گوشیتو میذاری تو کیفت، میشینی تو ماشین، هر لحظه بعد منتظر باشی راننده با کارت بکنه تو سک و سینه‌ت. گوشیتو تو خیابون میگیری دستت، بعد منتظر باشی یه موتوری رد بشه کتف و مچ و گوشی رو با هم دیگه ببره. لپتاپتو میذاری تو کوله پشتیت، بعد منتظر باشی موتوری رد بشه با کارت بکنه تو قلبت. رو پل جلو در خونه تو ماشین میشینی، بعد منتظر باشی 3 نفر در ماشین رو باز کنن، شورتتو تو پات بکنن، نختندون زندگیتو بردارن ببرن. یارو عضو تیم ملی بلند میشه میره اونور دنیا، اولی چیزی که به فکرش میرسه اینه که گوشی یه نفر دیگه رو بلند کنه. یارو میاد میگه همه جای دنیا این هست، والا بلا یارو از کشورهای آفریقایی پاره پوره بلند میشه خودشو میرسونه اینجا. اگر بخواد از کسی دزدی بکنه معتاد بشه، یارو اصلا وای نمیسته باهاش کل کل بکنه، همون موقع گوشیشو در میاره بهش میده میره، چون میدونه با 2 ساعت پول کارش میتونه یه موبایل بخره. کجای دنیا ما برای کی بریم تعریف بکنیم مردم ایران لنگه موبایلن؟ مردم ایران تو سال 2025 لنگه گوشیان، به خاطر اینکه گوشیشون رو تحویل ندن میجنگن زیر قمه و چاقو. حالمون به هم خورد، انقدر صبح بلند شدیم اخبارو چک کردیم، یا یه جا منفجر شده، یا یه اتوبوس دانشجو رفته ته دره، یا به 50 نفر تجاوز شده، یا 50 نفر از گرسنگی مردن. حالمون به هم خورد از اون کشورداریتون. هی هم راه میریم میگین دشمن اونیه که بیاد بهتون بگه شلوم، اونیه که بیاد بهتون بگه هلو. یه عمر گفتین سلام علیکم وللضالینتون هم اینجا تا سر خیابون کشیدین، چه گلی سر مردم زدین؟ الانم که راه افتادین غنی سازی و بهانه کردین سر مردم، چه گلی به سر مردم تا این درصد غنی سازی که تا الان کردین چی کار برای مردم کردین که اون کشور هیچ وقت هیچ چی نداره جز مافیا و